کویر یا بارز؟ این سوالیه که هممون درگیرشیم. بارز و کویر تایر جفتشون استاندارد رو دارن، یعنی شرکت استاندارد این دو تا برند رو تاییدش کرده. شاخص بار سرعت این لاستیکا روی اچ وای میسته که هر جفتشون بازم برابره. توی قیمت، چه توی بازار چه توی عرضه دولتی و آزاد، قیمت این تا آنچنان اختلافی نداره. تقریبا میشه گفت که یکیه. حالا جدا از همه اینا برسیم به سوال اصلی که واقعا کدومشون بهتره. بر اساس تجربه ما، چه توی همکاری چه توی مصرف کننده و فروش تکی، همه میگن که آقا لاستیک بارز یه مقدار سفته و سر میخوره، ولی چی عمر خیلی بالایی داره. کویر تایر برعکس اینه، یعنی چی نرمه، چسبندگیش اوکیه، ولی چی عمرش پایینتره. حالا ما جدا از این که رینگ 16 و 18 اسودی ما سواری هم داریم، اتیکه کامل اونجا هست، 13 14 15 همش موجوده. حالا شما به من بگید کویر بهتره یا بارز؟